خدمت به وطن قرض مقدس شهروندی به حساب رفته جوانان با ننگ و ناموس کشور با درک بلند مسئولیت شناسی و افتخار و سعادتمندی آمادگی خود را برای دفاع این خاک مقدس بیان داشته خدمت حربی را پیشه می‌کنند. در تمام واحد و ساختارهای قوه‌های مسلح برای پیشبرد خدمت حربی شرایط مساعد مطابق با آیین‌نامه خدمت حربی فراهم آورده شده است. امروزها معرکه دعوت بهاری در کشور جریان داشته هنوز سنه 1 می وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از تامین نقشه اطلاع رسانید. پیش از مهلت و با صفت بلند اجرا گردیدن نقشه دعوت بهاری در سراسر مملکت گواهی آن است که صف اختیاریان افزون گردیده جوانان با امر دل و وجدان و با درک مسئولیت بلند شهروندی آمادگی خود را برای دفاع این خاک مقدس بیان می‌دارند. همزمان در تمام قسم‌های نظامی با نوعسکران درس‌های آموزشی جریان داشته سربازان برای خدمت آماده کرده می‌شوند. پس از گذشتن مهلت مقرر گشته هر یک جوانی به خدمت شامل گردیده سوگند وفاداری را قبول می‌نماید. در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه باباجان غفوروف در دایره چهاربینی‌های مربوط به ماهواره جوانان مراسم سوگند یادکنی برگزار گشت. در آن سربازان شجاع و غیور قسم حربی 14 356 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای خدمت صادقانه به خلق و وطن قسم یاد نمودند. باید تذکر داد که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای مستحکم نمودن پایه مادی و تکنیکی و شرایط معیشی ارتش ملی تمام تدبیرها اندیشیده شده امروزها قوه‌های مسلح مملکت به یک نیروی توانا و پر اقتدار تبدیل یافته است. جوانان با ننگ و ناموس ما خوب درک می‌کنند که خدمت به وطن برای آنها قرض مقدس فرزندی و رسالت مردانگی است. نسل جوان در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت نموده مهمترین مکتب آب و تاب حیات را پس سر می‌کنند. محض در همین جا جوان پسران درس شجاعت و مردانگی و محافظت کردن خاک پاک وطن را می‌آموزند. ضمن برگزاری مراسم سوگند حربی 130 نفر عسکران برای صداقت و وفاداری قسم یاد کردند.